فرمانده چرا گریه میکنید؟ اینقدر از تلویزیون ایران پخش شدم که دیگه توان جنگیدن ندارم. میدونی جنگ هر ساله با امپراتوری هان چقدر هزینه داره؟ هر سال می جنگم و خان رو نابود میکنم، بوبوریو رو با بدبختی تأسیس میکنم، برای اینا سال بعد دوباره منو از اول پخش میکنن. متاسفم. ببینم اصلا تو کی؟ من یوزارسیفم. از ترس صدا و سیما مدتی است که اینجا پنهان شدم. اگر پیدایم کنن دوباره پخشم میکنن و من مجبورم برای بار هزارم با معبد آمون بجنگم. برادران، مختارم، کوچک شما، من را هم بپذیرید. خوش آمدی ابو اسحاق. بیایید همگی متحد شویم و به صدا و سیما حمله کنیم و خود را از این بدبختی برهانیم. آری